صلى الله عليك يا خير خلق الله ونور عرشه البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر والذر الفاخر المنصور المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبي حقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما من هذا الرسول في ابن عمه أسد الله الغالب ومظهر العجائب والغرائب أعني به مولاي علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. لبس الإسلام أبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد إن تقوض خيم الدين فقدت خير دعام وعماد قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء وزادي بليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي وسل الأنجم هل أبصرنه ليلة منضجعا فوق الوساد وسل الصبح هل صادفه مل من نوح مذيب للفؤاد وسل الأنجم هل أبصرنه
ليلة منضجعا فوق الوساد ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعاد ولكن الحكم لله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم من كلام لمولانا ومقتدانا نبي الرحمة ومنجي الأمة خاتم الأنبياء محمد قال عليه أفضل الصلاة والسلام أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. برای روشن شدن دلهای ما به احادیث اهل بیت علیهم السلام یک صلوات بلندی ختم کنید. امشب که شب 19 ماه رمضان است و شب از شبهای قدر، یه اعمالی هست که انسان مؤمن در این شبها فضلی دارد که انجام بدهد. برای که شبهای قدر علمای اعلام درش اختلافی هست، اگر هم تأکید شده در شب 23، اما بعض از علما میگویند انه یختلف فی بعض السنین فربما یکون فی التاسع عشر او 21 او 23. ولما سئل الصادق علیه السلام على ای لیلة هي لیلة القدر قال ایعجزك ان تقوم لیلتین او 3. یک عمر انسان دارد، 1 سال به این درازی در غفلتی. این 3 شب حیف است برای انسان که ملتفت خودش نشود. این التفات به خود انسانه. خدا احتیاج به نماز و روزه من نیست، اما ما محتاج رحمت خداییم. ما محتاجیم که در خانه خدا باید بزنیم و این لیالی مبارکی است. و قیل انها لیلة و لیلة القدر مقسمة على 3 لیال. در 3 شب لیلة القدر مقسمه. صحیفه ها امشب باز میکنند، شب 21 درش می نویسند، شب 23 هم امضا میکنن و میرود. بذار مثل امشب که از شبهای لیالی قدره این صحیفه من و تو هم باز بکنن که درش یه چیزی بنویسن که به درد ما بخورد روز قیامت. اولین اعمال امشب غسل کردنه. غسل کردن از مستحبات عقیده است. فانها تخفف الذنوب و تطهر الانسان. اگر نگاه کنیم اعمالی که انسان انجام میدهد، چه برای اولین غسل جمعه است، مستحب انسان روز جمعه غسل کند، میخواد بری خانه خدا غسل احرام دارد. این شبها هم غسل لیالی قدر. بعض از علما میگویند یشرع غسل فی کل العشر الاواخر. این شبهای 10 آخر هر شب غسل کن.
که فائده زیادی دارد. امیر المؤمنین سلام الله علیه لا یفوته عمل من هذه الاعمال. خیال نکن غسل کردن فقط بس شب لیلة القدر شب 23 باشد. هر شب غسل کن، خصوصا این شبهای آخر ماه رمضان، عشر الاواخر از مستحبات. و یه 2 رکعتی نماز بخون که این 2 رکعت من قرأ و من صلى رکعتین فی لیالی القدر بحمد و 7 قل هو الله احد، 7 بار قل هو الله بخون. و ان یقول بعدها 70 مره استغفر الله ربی و اتوب الیه، 70 بار. یغفر له ولوالدیه، خودت و پدر و مادرت قلم عفو براتون می نویسند، خط می کشند. لا یقوم من مصلا حتی یغفر له. و از مستحبات امشب ان یفتح القرآن و ان یقل تلك العبارات النورانیه عن اهل البیت علیهم السلام. و اعمال دیگر ان یضع القرآن على رأسه و یقسم علی الله بالائمة الطاهرین علیهم السلام، قسم خدا بدهد به این انوار الهی که روی زمینند که اولشون خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بیبی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام و امیر المؤمنین و 11 فرزندان او. قسم خدا بده فوالله من قرأ هذه الاسماء، این اسماء ائمه اطهار على مجنون لافاق من جنونه بقدرت الله عز وجل. در رحمت خدا برات باز میشه و یادت نرود از بزرگترین اعمال امشب و این شبها زیارت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. این بعضی از اعمال امشبه. شب 19 شب امیر المؤمنین، امیر المؤمنینی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید انا مدینة العلم و علی بابها. مدینه علم خدا پیغمبره. هر علم نیست. علم پیغمبرها اکتسابی نیست که از مردم یاد گرفته. علوم پیغمبرها اکتسابی نیست، به مدرسه و کلاس نرفتن که یاد بگیرن. اما یاد دادن اونها جبرائیل امینه. قرآن بخوان، در قرآن نوشته هو الذی ارسل فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. علوم انبیا نه اکتسابیه که شاگرد بشه بره قم یا نجف یا بره مدرسه یاد بگیره، نه. علوم پیغمبرها از جبرائیل امینه، از خداست. علم پیغمبرها هیچ خطایی درش نیست، سهو درش نیست، اشتباه درش نیست. همه مراجع تقلید اجر دارن، ثواب دارن. احکام اونها، فتوای اونها به دلیل شرعی میگویند، اما قطعی صدور است. قطعی صدور از امام معصوم نیست. میبینی اختلاف میشد بین مراجع تقلید در فتوا. یکی میگوید غسل جمعه مثلا مستحبه، وضو میتونی نگیری، یغنی عن الوضو، مثل استاد فقها حضرت آیت الله العظمی آقای خویی علیه الرحمه میگوید یغنی عن الوضو. آقای سستانی اطال الله بقاءه، شیخ جواد تبریزی اطال الله بقاءه، این بزرگان دین یغنی عن الوضو. مثل امام علیه الرحمه که میگوید نه، غسل جمعه مستحب هست اما لا یغنی عن الوضو، باید وضو بگیری. اما امام معصوم اگر بگوید دیگر حرفی نداریم.
پس علوم پیغمبرها نه اکتسابیه، نه اجتهادیه، نه با درس و بحثه. پیغمبر که این علوم دارد میگوید انا مدینه العلم، من مدینه علمم. هر علمی میخواهی از من بگیر که دروازه علم الهیم. بعد میگوید انا مدینه العلم و علی بابا، یعنی ای مردم از علی بگیری. قضیه علی امیرالمؤمنین با پیغمبر، این روایات کثیری که صادر شده از فضل علی در فضل امیرالمؤمنین همینجوری نیامده، نه برای که پسر عم میشه، نه برای که مقام دارد دختر پیغمبر گرفته، از این لحاظ نیست. ان هو الا وحی یوحا، وحی خداست. خدا میداند که جانشین پیغمبر کی باید بشه. حتی در جانشین پیغمبرها هیچ پیغمبری حق ندارد جانشینی برای خودش تعیین کند الا به اجازه خدا. خدا به او میگوید بعد از تو موسی می آید، بعد از تو عیسی می آید، بعد از سلیمان داوود، یا داوود بعد از سلیمان، یا فلان بعد از فلان و همینجور. خدا هم گفته به پیغمبر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کن به مردم، بگو و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. سبحان الله. در تفسیر برو نگاه کن، همش در فضل امیرالمؤمنین. ما حب علی نداریم فقط برای که پدر و مادرمون حب علی دارد، یا ما از پدر و مادری به دنیا آمدیم که حب علی دارد، اینم افتخاره، اما مقصود و این زبده نیست. ما حب علی داریم برای که امر خدایی است. خدا اصطفا کرده اینها، خدا آورده به ما اینها، نه به میل و هواست، نه به دوستی که من پیرو پدرم میشم که پیرو علی شدم، نه، با تحقیق. تو در ترازو بگذار همه اصحاب پیغمبر چه کردن در خلافت و چه کردن در دنیا و ببین علی علیه السلام چه کرد. امیرالمؤمنینی که پیغمبر میگوید علی منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. پیغمبر میگوید علی امام البرره قاتل الكفره منصور من نصره مخذول من خذله. علی مع الحق والحق مع علی. چقدر سفارش کرد اصحاب در تاریخ بخوان، چقدر پیغمبر کوشش کرد که این مردم مهتدی بشن، که مردم پیرو حق بشن. قرآن بخوانید، قرآن که خدا میگه وقرؤوا ما تیسر من، و پیغمبر میگوید بخوانید قرآن با تدبیر. ببینین آیات خدا احتیاج ندارد کسی بیاید به شما تفسیری بدهد که علی جانشین پیغمبره، اما قرآن اگر خوندی میفهمی که جانشین پیغمبر علی است. امیرالمؤمنین در فضل و مقامش کسی نمیتواند شکی کند. فضلی دارد که هیچ صحابه‌ای ربع این روایات و فضل علی ندارند. همه اصحاب خاضع شدن به علی. حتی جاء فی یوم عید الغدیر خلیفه دوم آمد، قال بخ بخ لك یا ابا الحسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. اما علی میل به دنیا نکرد. علی با همون بساطتی که داشت و تواضعی که داشت و علم غزیری که داشت نگاه دنیا نمی کرد.
حاضر شد که جانش فدای خدا کند، حاضر شد جانش فدای اسلام کند. اگر این مردم این امت قدر علی نفهمیدن، علی خیلی مظلوم سلام الله علیه. اگر تاریخ علی بخوانی میفهمی که این بزرگوار خیلی مظلومه. حتی اونایی که دوست علی دارن قدر علی نمیفهمن. اونم به نص پیغمبر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی لا يعرف الله الا انا و انت ولا يعرفني الا الله و انت ولا يعرفك یا علی الا الله و انا. ای ابو الحسن كان لا يميل الى الدنيا كثير السجود وكثير العبادة لا تأخذه في الله لومة لائم. اما خوش طبعی بود، خوش اخلاق بود. كان اذا جلس معه الجالس لا يريد ان يفارقه. کسی که با علی بشیند نمیخواد از علی جدا بشه. اما اینقدر اذیت علی دادن. تو میدانی علی چه شد؟ چه کردن به علی؟ خواستن علی از بین ببرن در زمان پیغمبر. اما مزداد الا علوا. سبحان الله. کسی که دستش به دست خدا بدهد فکر دنیا نیست. معاویه ابن ابی سفیان 80 یا 70 هزار منبر درست کرد. یشتم علیها ابو الحسن. حتی دستور داد که در نماز جمعه به علی بد بگویند. در خود مسجد الحرام می رفتن کنار قبر پیغمبر، می رفتن بد به علی می گفتن. اگرم به اسم نمی آوردن به کنیه می آوردن. می جنگیدن با ابوالحسن. اصحاب علی را از بین بردن با حیله و خداعی که داشتن. به یکی زر می دادن، به یکی تو بیابان می کشتن. تا زمان ما اگه می تونستن و می تونن و می کنن. این قدر محبین علی کشتن، از بین بردن. اینها پیروان شخصی هستند، پیروان قابیلند. و از خدا بخواه که ما هم پیروان حابیل باشیم، پیروان پیغمبرها. حابیل به قابیل گفت لئن بسطت یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک. این زبان حابیل به برادرش. امیر المؤمنین، این امام مظلوم سلام الله علیک یا ابوالحسن، مدینه علم پیغمبر. اگر انسان فضل علی بگوید خلاص که نمیشه، چه بگوید چه بگذارد. امیر المؤمنینی که نفس پیغمبره، جسد پیغمبره، لحمه من لحمه و دمه من دمه. پیغمبر میگوید من سب علیا فقد سبنی. این احادیث برو نگاه کن در کتب اهل تسنن. من سب علیا فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله. اما امیر المؤمنین سلام الله علیه، همه اینها، این بلاها با دل بزرگ تحمل کرد. مثل امشب شب 19 ماه رمضان امیر المؤمنین قراری داشت یه شبی در خانه امام حسن افطار می‌خورد، یه شبی در خانه حسینش، یه شبی در خانه زینب، یک شبی هم در خانه ام کلثوم.
مثل امشب آمد خانه ام کلثوم. این دختر کوچکترین دختر امیرالمؤمنین میگوید ام کلثوم دخل علی ابی امیر المؤمنین فی مثل لیلة التاسع عشر من شهر رمضان. میگه سفره غذا براش پهن کردم، یه تکه نان جو، یه مقدار نمک، یه کاسه از دوغ براش آوردم. میگه نگاهی در صورتم کرد، قال بنیه اتریدین ان یطول موقفی بین یدی الله، میخواهی که روز قیامت مقابل پروردگار عالم قیام و ایستادنم طول بکشد؟ قالت ابه، من غذایی به تو نیاوردم، فقط نان با یه مقدار نمک. قال اخذ الملح، قال خذ اللبن. میگه دوغ بلند کردم. فافطر على قرص من شعیر مع ملح و ماء. بعد که خورد حمد الله و اثنا علیه. بلند شد، سجاده اش بند کرد، اعمال لیالی قدر انجام داده بالحسن، از دعا و از اینها و دعاهایی که پیغمبر به اونشون داد. کان یقرأ القرآن و یدعو الله عز وجل. ثم غفا غفوه، یه خورده خوابید. ثم استیقظ، میگه بعد که بیدار شد دیدم بابام آمد از اتاق به حیاط منزل، به اصطلاح ما به لیوانی آمد. در وسط حیاط که آمد نگاه آسمان کرد. ثم قال لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ام کلثوم میگوید خیلی غم دنیا روی دلم آمد. گفتم ابه ما حالک، چه دیدی؟ چه حالت چطور شده؟ قال بنیه، تازه دیدم پسر عمم رسول الله در عالم خواب غباری از سر صورتم بلند می کرد. فقال لی یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، این روزها تو مهمان ما میه یا. فقالت ام کلثوم خنقتنی العبره، گریه کردم. قال بنیه لا تبکی، گریه نکن. میگه بلند شد، رفت در وسط اتاق، سجاده فرش کرد، به نماز مشغول شد. حتی صلی ثلثی اللیل. بعد بلند شد. ثم قال فغفا غفوه، دیگه خوابید یه مقداری، دیگه بیدار شد. ثم جاء الى السماء، نظر الى النجوم، نگاه ستاره ها میکرد. فقال انا لله و انا الیه راجعون. ام کلثوم میگوید اون شب خواب نرفتم. گفتم یا ابا، پدر جان، خیلی امشب ناراحتت میبینم، خیلی ناراحتی. قال بله یا بنیه والله انها هی، به موعودم میرسم. میگوید بلند شد، امیرالمؤمنین رفت به اتاق. ثم صلی صلاة حتی بزغ الفجر. هم که نزدیک فجر شد میگوید یه مقدار آب براش آوردم، تجدید فجدد الوضوء. ثم صلی ثم لبس لباسه، لباس ها پوشید. یا ابا الحسن، گفت ای دختر جان، این اختصار این حادثه است. ثم قال بنیه ساذهب الى بیت الله لاقامت الصلاة، میروم به مسجد. لباس که پوشید دیگه راه رفت. تذکرت امی فاطمه، یاد مادرم کردم، فاطمه نگاه بابام میکردم. فلما وصل الى وسط الدار،
وسط خانه که رسید اونجا مرغ‌های آبی آمدن عبای آقا میکشیدن و سیحه میزدن. میگوید ام کلثوم تعجبت من ذلک، هر شبی کارا نمیکردن، فقط این شب دارن سیحه میکشن و عبای آقا میکشن، یعنی میخوان بگوین یا ابوالحسن امشب دیگر مسجد نرو. میگویند در همین حالت امیر المؤمنین قال بنیه ام کلثوم، دختر جان هذه الطیور، میگد این مرغ‌های آبی رها کن، به اونها غذا بده. فقلت نعم مولای، پدر جان اطاعت میکنم. ثم توجه الى الباب، آمد در حیات خواست باز کند. میگوید مسمار در کمربند آقا رو باز کرد. فخلص ازار الامام فاحکمه ثم قال، اینجا یه شعری گفت، قال اشدد حیازی بکل الموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حل بواديك كما أضحكك الداء كذاك الداء يبكيك. کمربندش محکم کرد امیر المؤمنین. ام کلثوم میگوید ای نگاه قد و بالای بابا میکرده، راه رفت در خانه باز کرد. ثم اخذ رجلا و کان یضع اخرى وهو یسبح الله و یحمده، تا که نزدیک مسجد رسید. میگوید ام کلثوم نگاه بابا میکرده، یعنی ای ام کلثوم نگاه کن، آخرین راه رفتن علی به مسجد ها، دیگر علی روی پا مسجد نمیرود. همین که وارد مسجد شد توجه الى مکان فی المسجد و صلی رکعتین، دو رکعت نماز خون. ثم لما خرج الفجر سوار رفت طرف مأذنه، صعد المأذنه ثم أذن وقال الله اکبر. میگویند اهل کوفه اون روز 19 صدای علی در همه خانه های اهل کوفه رسید که یعنی ای مردم آخرین صداست برای علی، برای شما. فاذن فلما انتهى من اذان، از مأذنه بیرون آمد پایین. تخطى الناس، مردم در مسجد عده‌ای خواب بودن، اونها را بیدار کرد. قوموا الى الصلاة یرحمکم الله، تا که رسید به عدو الله ابن ملجم مرادی. دید نانجیب روی شکم خوابیده. امیر المؤمنین این بزرگوار علم پیغمبر دارد، میگوید فالتفت الیه قائلا یا فلان لا تنم علی بطنک فانها نومة ينبتها الله وهي نومة ابلیس، فنم علی یمینک فانها نومة العلماء ونم على شمالك فإنها نومة الحكماء ونم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء. بدر کرد به اون نجیب فقال والله إني أعلم ماذا تخفي تحت ثيابك، من میدانم زیر لباست چه خف کردی، چه زفت کردی، چه پناه کردی. ای مرد راه خودش گرفت، توجه الى محراب العباده.
همین که رسید به محراب عبادت فاقام الی الصلاة، مردم صف کشیدن، وارد نماز شد امیرالمؤمنین. الله اکبر. همین که هم تمام کرد، سوره هم تمام کرد، به حالت رکوع روی مردم. ثم سجد السجدة الاولی فلما انتهى منها، سجده دیوم که رفت، فلما انتهى منها، سجده دیوم که تمام کرد، اراد ان یرفع رأسه. ای مردم، کاری کردین زمان، چه روزی بود و چه شبی بود. ای شیعه علی مرتضی، نمیدانم زینب چه حالی دارد. همین که سرش از سجده دیوم بلند کرد، شیطان عقب سمت اون ستون ایستاده بود، شمشیرش را بلند کرد. رفع سیفه منادیا لا حکم الا لله. شمشیر که بلند کرد، فضربه علی برأسه فنادى امیر المؤمنین فزت ورب الكعبه. یا الله یا الله. امیرالمؤمنین شمشیر که روی فرقش رسید فریاد زد، پیروز شدم به خدای کعبه. آی جبرائیل امین فریاد زد، بین السماء والارض تهدمت والله ارکان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. قتل علي المرتضى قتلوا اشقى الاشقياء. یا الله، نمیدانم این صدا چگونه رسید به گوش زینب. یا الله یا، فسقط مولانا علی سجادته، روی جانماز افتاد. و قام اراد ان یقوم الی الصلاة، خواست بلند بشه به مقابل خدا بیستد، فلم یستطیع، توانی ندارد. اشاره داد به دستش، فرزندم حسن بیا نماز را تمام کن. فلما تقدم الحسن و اتم الصلاة بالناز، نماز خفیف خوند، همین که تمام کرد سقط امیر المؤمنین علی وجهه، روی سجاده افتاد. امیرالمؤمنین عظم الله اجورکم. میگوین امیرالمؤمنین که افتاد، امام حسن مجتبی آمد، سر بابا گرفت، به دامنش گذاشت، خونها را پاک کرد. وای بابا جانم فدایت شود. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله